د کابل په لویدیځ کې د سلګونو کورونو او تجارتي مرکزونو ویجاړېدل. وقت تیر نشه 20 سال جمهوریت ما آبادی ندیدیم. کسایی که قوالای شهری داره برش خساراتشان داده شده. تمام سر شهر کابل سړک معیاری وجود نداشت. وقت نداده بود که در چند وقت ما میخوایم تخریب شروع کنیم. پیش از این که مثلا بیای اسکواتر خراب کنه مردم خودشان دست به کار شد. پس از اینکه انشالله جور شویم بیروبارا به نظرتان ختم میشه؟ هر روز رابندی مردم مشکلات مریض داره دیگه داره رابند است. د یاد درنو لیدونکو سلامونه او لیکي هلي خدای دې وکړي چې روغ جوړ پک او خوشاله اوسئ. موږ نن د کابل لویدیځې سیمې دشت برجي ته راغلي یو. دلته د کابل ښاروالۍ لوري ټاکل شوې ده چې د نوي سړک د جوړېدو لپاره کار پیل شي. دغه سیمه چې تاسو ګورئ شاوخوا د ویجاړۍ او د سړک د آبادۍ لپاره پکې په ډیر جدي شکل باندې کار پیل شوی دی. 2 میاشتې وړاندې کابل ښاروالۍ لوري دغه سیمه په بشپړ ډول باندې استملاک شوه او دلته د تجارتي مرکزونو او د کورونو خاوندانو ته لارښوونه وشوه چې تاسو باید په دغه اندازه باندې دغه سیمه چې دا ویجاړ کړي تر څو پورې دوی وکولی شي چې په منظم شکل باندې خپل کارونه پر مخ باندې یوسي. که تاسو وګورئ په اوس وخت کې د ښاروالۍ کارمندان په دې ځای کې شتون نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او دغه مینو او همداشان تجارتي مرکزونو مالکان په خپل باندې دغه چارې پر مخ باندې وړي تر څو پورې وکولی شي چې په ټاکلي مهالویش کې دغه کار بشپړ کړي او د سړک د جوړېدو لپاره پکې کار پیل شي. موږ هم دلته په دې خاطر راغلو تر څو پورې د دې خلکو هغه پخوانۍ ستونزې او همداشان اوسني سهولتونه او همداشان د کار د جریان په وړاندې د دوی کم نظرونه دي او پیشنهادونه دي تر تاسو پورې در ورسوو. ورځو خپله خپرونه پیلوي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دلته د همدې سړک پر غاړه باندې ولاړ ما سره څو هیوادوال ولاړ دي او موږ چې کله راغلو دوی نو مصروف او یو څه کارونه کول، خو بیا هم موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ. له دوی سره به غږیږو چې تخریبونه تر اوسه پورې چې دلته کوم د ښاروالۍ له لوري دوی ته رهنمایي شوي تر کوم ځای پورې مخ تللي دي او د دوی کوم ساختمان کوم دکان په دې ویجاړۍ کې راغلی دی او که نه دی راغلی. السلام علیکم بیادر. السلام علیکم. خوب هستید؟ صحتان خوب است؟ بخیر هستید؟ سلام علیکم. خوب هستید؟ صحتان خوب است؟ بخیر هستید؟ تشکر. نامتان چیست بیادر؟ نام محمد واثق است. محمد واثق. محمد واثق چقدر وقت میشه در این محل زندگی میکنید شما؟ ما خود تقریبا از پدرم اینجا اول آمده بودن 30 سال یا 40 سال میشه. دیگه خودم هم اینجا پیدا شدیم در این منطقه. بسیار خوب بسیار خوب. شما باید درباره امی تخریبا و دیگه درباره امی سرک زیاد معلومات می داشته باشین دیگه. بله، چون که می باشنده این محل هستیم و امی سرای و امی این قسمتی سرای مربوط ما میشه. دیگه این سرک توسعه پیدا میکنه، عرضش 30 متر است، طولش بیشتر از 2 کیلومتر طول داره و پیش از عید آمده بودن ما رو خبر کردن کارهای استملاک شروع شده بود. دیگه کار استملاکش هم ختم شده، باز یک مدت چند هفته میشه کار تخریب هم شروع شده. پیش از اینکه بیایم درباره امی تخریبا گپ بزنیم، اگر برای ما بگوین که بیشتر که امی سرک وجود داشت برای این مردم که اینجا زندگی میکردن برایش کافی بود یا نه؟ اینجا ما میدیدین در زمان قبل مثلا ما که می آمدیم اینجا بیروبار بسیار زیاد. بله بله بله. و خوب شده، حال خوب است. ما خو از این اقدام شهرولی 100% راضی هستیم و خوشحال هستیم، به خاطر از اینکه برای مردم سهولت ایجاد میشه و سهولت ایجاد شده. قبل از این سرک خیلی
زیک بود، قید بود، مردم با مشکلات مواجه بود، مردم در رفت آمد خود با مشکل مواجه بود، یعنی موترها درست رفت آمد نمیتونستن. دیگه فعلا خب ما میبینیم که سرک توسعه پیدا میکنه، خیلی خوشحال هستیم، 100% خوشحال هستیم. اگرچه از ما خب تقریبا بالای 2 بیسوه در سرک میره، در سرک تخریب شده، اینجا دکانا بود، اما ما فی الحال خوشحال هستیم از اقدام. تشکر بازم از شما که مثلا با آبادی وطن شما اهمیت میدین، این بسیار یک گپ کلان است. اگر بگوین که شما گفتین که مثلا 2 ماه پیش یا پیش از یا آمدن اینجا استملاک انجام دادن، بعد از دیگه تخریبات شروع شد. بله. در وقت استملاک کدام مشکل خو پیش نامده بود برای شهروالی محترم؟ نه هیچ گونه مشکلی پیش نامده بود، اما تمام چیز طبق روال عادی پیش رفت. دیگه کارمندای شهروالی آمدن استملاک کردن، قول زیر دادن که ما همو پیسه استملاکی، پیسه تخریب دکانا را میتیم. دیگه فعلا خو کار جریان داره، اگرچه برای ما گفتن که دمی زودیا پیسه جبران خساره داده میشه. وقتی که گپ از تخریب میزنیم بعضی وقتا شهروالی درباره مثلا قواله شرعی هم گپ میزنه و ما قواله عرفی هم داریم. بله. در اینجا مردم که فکر کنم زیاد دکان است که اینجا تخریب شدن. بله. کسایی که قواله شرعی داره برش خساراتشان داده شده. در برچی تمام امی حدود بالای 90% قواله عرفی است، قواله شرعی خیلی کم است، اما یک روال داره است، خود یک قاعده داره که باید اول زمین تثبیت ملکیت شود. تثبیت ملکیت به این صورت میشه که باید در اراضی ریاست اراضی در اونجا ملکیت تثبیت شود. اول ملکیت تثبیت وقتی که تثبیت شد، بعد از شهروالی میره، اونا وقتی که تایید کردن که ملکیت دولتی نیست، ملکیت شخصی است، بعد از اونا پیسه زمین یا خساره زمین میده. یک روال طبیعی است، کل جای همین چیز است، یک چیزی سخت نیست که مثلا یک چیز نوآوری باشه، یک چیزی است که همون طبق روال عادی پیش میره، تثبیت ملکیت میشه، باز خساره مردم میده. خدا کنه که این مشکلاتی که مردم فعلا در این منطقه داره هم برطرف شود دیگه، ان شاء الله که میشه. و فعلا که ما میبینیم در اینجا مردم خودشان کار میکنه. شهروالی فکر کنیم که ماشینایش تا حدی دیده نمیشه در این منطقه. چرا مردم خودشان خواستن یا شهروالی یا وقت داده بود؟ ما یک چیزی براتون بگم که می الحمدلله مردم برچی یک مردمی است که همیشه طبق قانون خدایار کرده، طبق فرهنگ شهرنشینی همیشه عیار بوده. وقتی که اینجا آمدن خبر دادن که همین دکانا باید تخریب شود، پیش از این که مثلا بیای اسکواتر خراب کنه، مردم خودشان دست به کار شد. با خاطر از این کار شهروالی هم راحت شود، کار مردم هم راحت شود. اگرچه ماشینری ها در اونجا هستن، در اون سرای هستن، اما زمانی که تخریب از طرف مردم صورت گیره، بعد از اونا میان خاک برداری میکنه. دیگه مردم خودشان همون خیشتی را که داره یا بعضی جای کانکریت از سیخ و سیمنت چیزا رو میبرن با خاطر که دوباره استفاده کنه. بعد از دیگه شهروالی و مو شرکت قراردادیش میفهمه که همین خاک برداری کنه و خاکا رو ببره. دیگه مردم خودشان دست به کار شدن دیگه، شاید تا 1 ماه دیگه یا 2 ماه دیگه همین پروسه خاک برداری هم ختم شود ان شاء الله. وقتی که ما گپ از برچی میزنیم و از این منطقه، یک چیز در ذهن ما خطور میکنه. این منطقه در زمان جمهوریت و پیش از او هم این منطقه مردمش باسواد بود و همیشه قانون را مراعات کرده و فعلا هم که میبینیم این مردم خودشان دست به کار شدن و این منطقه را تقریبا هم موانع پیشروی سرک که است ور میداره. و در زمان جمهوریت ما این قسم آبادی در این منطقه نمیدیدیم، چون این مردم او وقت هم قوانین را مراعات میکردن، مردم باسواد بودن. قسمی که ما یادآور شدم این مردم است که از فرهنگ شهری خوب خبر دارن. چی مشکل بود در اون زمان که تو پیشرفته در این منطقه نمیشد به نظرتان؟ والا او رو خب ما دقیق نمیتونم بگویم، به خاطر که معلومات ندارم. به خاطر از اینکه تنها در برچینه در تمام سطح شهر کابل مشکلات وجود داشت. سر کوتل خیرخانه، طرف ارزان قیمت، دو طرف خصوصا سر کوتل خیلی مشکلات زیاد بود. در برچی هم رقم در تمام سطح شهر کابل سرک معیاری وجود نداشت، مردم با مشکلات دست پنجه نرم میکرد. اما فعلا شخصا خودم از زمین شخص شاروال صاحب، بلوچ صاحب، ما خیلی تشکری میکنم به خاطر از اینکه خیلی کارکردهای فوق العاده و عالی انجام داده.
دیگه اون زمان نه تنها در برچی بلکه در تمام سطح شهر کابل مشکلات وجود داشت. سرکاب خیلی به صورت بسیار خرابی موجود بودن. دیگه فعلا الحمدلله سرکاب جور میشه، ساختساز ادامه داره، سرکاب مواصلاتی ساخته میشه، نه تنها در سطح برچی بلکه شهرهای کابل قندار ما ببینیم و شهرام خب خیلی حادثه زیاد میشد، ما و شما در جریان هستیم. یعنی ما براتون خلاصه بگوییم که نه تنها در سطح برچی بلکه در تمام شهر کابل مشکلات وجود داشت. الحمدلله در تمام شهر کابل ساختساز سرک‌ها ادامه داره. برچی هم یک بخشی شهر کابل است که ما جدا باید نبینیم بدون شک. و اینجا هم امو کاری را که شهرولی در دیگه سطح شهر برچی انجام میده در اینجا هم انجام میده. زنده باشین برادر. واقعا هم نظرات شما را که ما میشنویم و نظریات همین مردم همین منطقه را که ما میشنویم از صفای اجتماعی که ما میبینیم واقعا هم قابل قدر است. واقعا هم همیشه یا کوشش کردن که برای پیشرفت همین منطقه، برای پیشرفت همین کشور یا کار میکنن. واقعا هم ستودنی است. باید همیشه یا ما بستاییم و کوشش کنیم که همین تو مردمی که در افغانستان زندگی میکنه از یا قدردانی بکنیم. لازم هغه هیوادوال چې په دغه منطقه کې اوسېږي، په دې سیمه کې اوسېږي او دکانونه د ښاروالۍ له لوري په نقشه کې راغلي او دوی خپل هم په دې باندې لاس په کار شوي دي تر څو پورې دغه ساحې ویجاړې کړي، تر څو پورې د سړک د جوړولو لپاره هغه زمینه برابره شي او هغوی ښاروالي وکولی شي چې په راحتۍ سره دغه سړک په ښه شکل او په منظم شکل باندې جوړ کړي. تاسو تصاویر ګورئ، بیا نو تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. دلته لکه څنګه چې ګورئ زموږ دغه ورونه لګیا دي او خپل کارونه کوي او دغه خښتې صفا کوي ځینې او ځینې چې د دیوالونه ړنګوي او له هغې وروسته دوی بیا دغه خښتې په منظم شکل باندې پاکوي او دلته دوی سره به خبرې کوو چې څنګه دي کارونه دي څنګه روان دي. السلام علیکم. سلام علیکم جان. قربان شما. خیراتی آقا. نامه کتان چیست بیادر؟ نام قربان علی است. قربان علی. بسیار خوب بسیار خوب. چطور است کارتان خوب پیش میره؟ دیگه کار دیگه الحمدلله دیگه ما داخلایش رسیدیم دیگه. یعنی اینجا دکانا بود، 9 دانه دکان بودم اینجا دیگه تخریب شد بخیر. اون قسمت خانه 2 دانه خانه اونجا تخریب شده، اتاق میباشه. دیگه اینمی گادرای ما یک پروبلمی که اومد سر این گادرها چون سرک تو کج میره نی گادر تو راست خورده. ما این 2 دانه گادر کشیدیم اون قسمت هم از شطر خود تخریب شد دیگه. این گادر 3 دانه گادر دیگه رو برش زدیم دیگه. 1 دانه ارسی بود گادر 12 متر تا اونجا رو خورده بود. اینجا دکان ها داشتین؟ چند تا دکان بود؟ 9 دانه. از خودتان بود؟ آه. خودتان سر دشکار میکردین یا نه کرا بود. کرا بود. کرا بود. این زمین هایتان باز قواله داشتن؟ قواله عرفی بود یا شرعی؟ داره یک سند از صاحب اصلیش است. صاحب اصلیش است. اینجا که وقتی که ما آمدیم دفعه قبل اینجا استملاک میشد، اینجا استملاک شده بود. براتون وقت نداده بود که در چند وقت ما میخوایم تخریب شروع کنیم؟ اعلامیه زده بودن که آقا در 3 سال نو دیگه ما باید دکان‌ها خالی شود. دیگه ما می دکان‌ها را کلش غریب کار بیچاره دیگه گفت نه بدر گفت از سر گفت شروع میکنه تا دما برسه ما دکان خالی میکنیم. یعنی تو شده شما منتظر ماندین که باش که واره خراب بره. ما در موبایل کال بودیم نه دیگه بدر یعنی بلدوزر که آمد دیگه تو ما بدر دم 1 سال از اون اینجا رسید به خدا فقط دم 1 ضربه میزد. دوستو 1 ضربه میزد است. خب چه فکر میکنی بعد از اینکه سرک جور شد براتون خوب میشه؟ یعنی زمینایی که در کنار این سرک است ارزش پیدا میکنه؟ والا ما ارزش چی میکنه که میال خدایش ما خانه تخریب شده میال خب دمی بارندگی بخی هم بارش که سر میکنه خب دیوار چپا شده نه چترم که سوراخ شده همین تو میره موبایل خانه میره. یعنی باور کن ما یگان شب یعنی روز کار میکردم شبانه بدارم ساعت میمونیم یکدم گرم آب خالی که خب یعنی تو جنجالاست. یعنی میانه بخی ما ماندیم چی کنیم به خدا. من اینو موقع نمیتونم برم شهرواری یک درد دل کنیم بعد که بگیم یعنی تو مشکل داریم فقط سبا بریم پیش شهروار صاحب بریم یک گپ بزنیم مشکلات رو بگیم دیگه. امیدوار هستیم ان شاء الله که بخیر ما اجازه بده فعلا این طرف هم نه اون طرف مرا بانه کم 1 دانه خانگاه دم بالا بندازم از خاطر هم چشار رو بخیر بالا رهی کنیم که اینجا دیگه
جای نمانده. ان شاء الله که صدایتان یعنی شنیده من خونه اینمی باور کو دیگه اینمی کلی کوچ موج دیگه اینمی رقم دیگه بیا آب توشک دیگه تو یک حال نیست به خدا. پیام میخیریتانو میشنویم. پیام والا دیگه پیام خاصی نداریم ما بدر جانی دیگه از این طرف با اینکه ما واقعا ضربه سنگینی خوردیم ولی باز هم امیدوار هستیم که همی بخیر همیجا یک سرک کلانتر شوه همین مشکل ترافیک حل شوه دیگه راه بر مردم دیگه اینمی هم خوب است حالی به هر حال اینم ما یکان تا رقم ما تاوانش میته باز هم امیدوار هستیم که باز همیجا بخیر دیگه دکان مکان اونجا لالا نمیته اون سعی کو به خدا آخر خورده کم از دیگه نودان دکان دیگه نمیته دیگه امیدوار هستیم که بخیر همی تاوان خدا همی میباش تاوان بگیم چی بگیم همی چیزی را که بخیر قرار برای ما بتامیر زودتر بده که همی دیست ما را بگیریم پیسگک که بتونیم بخیر همیجا را یک چند ماه دکان آباد کنیم بخیر ان شاء الله ان شاء الله بخیر همین خانه بخیر مشکلی مال شوه یعنی قدر زنده باشین بخیر باشین جان یک چای وای بخورید زنده باشین بخیر باشین بازم تشکر میکنم درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې دغه ورور سوداني کاریګر هم راوستي او دلته په کار سره مصروف دي او لګیا دي او دوی دغه خښت چې په منظم شکل باندې لدی زیرا وباسي چقدر راضی هستین از این کارهای شغلی که مثلا کار اینجا پیش میبره شما میبینید هر دو طرف تقریبا تخریب زیادم شده سرک کلان میشه دیگه بله ما از کار شاروال صاحب بسیار راضی هستیم برادر هر روز رابندی مردم مشکلات مریض داره دیگه داره راه بند است از کار شاروال صاحب راضی هستیم دیگه هر چی که سرکاب کلان شود در نفع مردم است در فایده مردم است ما که دفعه قبل آماده بودیم در اینجا در این سرک بسیار بیروبار زیاد بود و می دیدیم که سرک هم بسیار خرد است همیشه راه بندی میشد و خصوصا در روزهای عید در روزهای نوروز دیگه فعلا دیگه این مشکلات حل میشه بخیر ان شاء الله پیاده رویش کوچیک بود یک ذره پیاده رویش کوچیک بود بریم رفت آمد مردم دکانداران بندای خدا دکانش چی بودن وسایل خورده پیاده رو میمون مردم پیاده هم مجبور میشه سرک را بره مردم هم که سرک را میره یک کراچی استاد میشه دیگه را میشه یک دو تا موتر که بیاد دیگه قراری که دبان میمونه دیگه باز دیگه استاد شو باز دیگه استاد شوه تا راه واس شوه دیگه کار شاروال صاحب خدا خیرش بده می کل جای هم تو نقشات تیر شوه ان شاء الله مردم بالاخره راحت میشه سختیش یک سال دو سال است دیگه ان شاء الله وطن آباد میشه دیگه برای آبادی وطن چقدر خوش هستیم برای آبادی وطن خیلی خوش هستیم بیشتر همی تو آبادی ما دیده بودیم در این منطقه بوده والا چی بگیم دیگه از وقت تیر نشه 20 سال جمهوریت ما آبادی ندیدیم همی فقط همی کلونای جمهوریت زدن در جیب خود رفتن همی چیزی که حقیقت باشه کج بشی راست بگوی وقتی که سرک جور میشه دیگه مردم این محل هم که در این سرک دیگه کار میکنه مصرف کار میشه بله صاحب دکان جور میشه سرک جور میشه فابریکه جور میشه بالاخره امی تخریب کاری که شده الحمدلله روز 1000 نفر که اینجا کار میکنه مشغول در کار است یک لقمه نان میبره در خانه امی که نقشه نه آبادی نشه و خانه جور نشه و تخریب نشه و این مردم غریب چیکار کنه کلش پیسه داره دکان داره دیگه داره در دکان خو مشغولی کار است امی مردم غریب ما چی کنه می کراچیوانای ما می کسایی که امی کارگر است امی چیکار کنه امی باید در هر کشور که سعی کنی تا اولاد است خراب میشه آباد میشه بسیار این کار خوب است تا که جای خراب میشه تخریبات انجام میشه بعد از دیگه شروع میشه و جایا را تنظیم میکنه دیگه کسی دیگه را آورده نمیتونه از جای دیگه خب مجبور است که مردم که همیشه بیکار هستن امی مردم سر کار شوه خوب است امی حالی ما شما در کشور ایران که مهاجرت کردیم امی ایران ساخت و ساز است خرابکاری است هر کار است امی کلش این وطندارای ما شما در اونجا کار میکنه به خاطر که ایرانی مردم خود کار نمیکنه توانایی کار نداره که یک ذره وا دیگه و قول گفتنی یک ذره سوس دبار ماده همین مردم ما شما رنج دیده شده بالاخره چی دمونجا کار کنه چی دمونجا کار کنه پیش زن بچه یک لقمه نان پیدا کنه بره خانه خوب است روز در کار شو در خانه زنده باشین بخیر باشید سلامت فقط پیام اخیرتان یک جمله کوتاه یک جمله کوتاه از شاروال صاحب تشکری میکنیم ان شاء الله هر چیز زودتر همین نقشای وطن ما را آباد کنه وطن ما آباد شوه یک فابریکه یک چیزی هم همینجا همین پیسه دارای ما تاجرای ما بیای همینجا راه بندازه تا در کشورهای خارج ما را سرمایه گذاری میکنه در کشور خود ما سرمایه گذاری کنه همین جوانای ما سر کار شوه زنده باشید بخیر باشید سلام کلام بسیار کلام شیرین درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ نو تاسو
درنو لیدونکو دا هم هغه کور ده چې دغه سړک په نقشه کې راغلی دی او تقریبا د ویجاړولو کار یې د همدې کور مالکانو شروع کړی دی او تر یو حده پورې کار پر مخ باندې تللی دی. دلته چې ګورو پورته هم زمونږ یو دوه ورونه ولاړ دي، هغوی هم کار کوي تر څو پورې هغه خښتې چې پاس پرتې دي یا کار شوي دي په چت کې هغه لرې کړي او همداشان ګاډرې هم لرې کړي، تر څنګ یې دغه د دیوالونو څخه خښتې هم راوباسي او په منظم شکل باندې دلته ځای په ځای کوي. دلته چې وګورو زما په څنګ کې دلته یو سپین ږیری کاکا دی او لګیا دی کار کوي. السلام علیکم کاکا. علیکم السلام و رحمت الله. بخیر سلامت هستین کاکا جان؟ نامتان چیست؟ نام ما حسین علی. حسین علی، بسیار خوب. کاکا جان چقدر وقت میشه در این محل زندگی میکنی شما؟ در این منطقه 15 سال میشه. 15 سال. 15 سال. خانه از خودتان است؟ از خود ما از بچه بیادر ماست دیگه، فرق نمیکنه از ما و از او. خود دیگه بیادر زاده و بیادر خون دیگه. یکی است. نه. خب ما که در زمان جمهوریت یا مثلا چند سال پیش ما از این سرکا عبور و مرور میکردیم، این سرکا بسیار تنگ بود، همیشه بیروبار بود. پس از اینکه انشالله جور شوی بیروبارا به نظرتان ختم میشه؟ سهولت برای مردم پیش ما کم میشه. بیروبارا خود در عصر زمان نفوس هم زیاد شده میره. آره خود یک دوران اینجا خب ما یادم است اینجا زمین بود، خواهج نبود، اینجا یک سرک خامه بود، این خب پسان پخته شد. اینجا یک جوی بود، همونطور از اونجا آب می آمد از اون کو اینجا جوی بود، اینجا رو سای میگه، اینجا کلش دشت بود، زمین بود، زراعت بود. خود در مرور زمان زیاد شده رفت. خب حالی نه دیگه انشالله که تا یک شاید مثلا 100 سال را می سرک کفایت کنه. بعد از دیگه خب باز دورانش میکشه، مثلا یزدی کدام کلان شو یک وقت شب که مونو کوها بریش شو مثل پاکستان رو که وسعت پیدا کنه شهر و زندگی دیگه تغییرات میاد در مرور زمان. با نظرتان مردم همین محل که اینجا زندگی میکنن برای سرک چقدر خوش هستن؟ شما هم در این محل زندگی میکنید؟ بله نه کلگی خوش است. یکی مثلا از اون که میره خوب میره، اونایی که میمانه دیگران راحت میشه، رفت آمد بیاد میکنه، بیروبار نیست، موتر نمیزنه، بایسکل نمیزنه، موتورسیکل نمیزنه، مردم آزاد رفت آمد مونه. بر کلگی خوب است. زنده باشین. زنده باشین. درنو لیدونکو دا هم زموږ هغه کاکاو چې دلته لګیا دی او خپل کار له خپل وریرونو سره دلته پر مخ باندې وړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امني ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.